سوالای شیمی توی سالهای اخیر 2 تغییر اساسی داشته که باعث شده داوطلبای کنکور ریاضی و تجربی هر سال نسبت به سال گذشته عملکرد بدتری داشته باشن. بریم ببینیم این 2 تغییر چیه و کدوم یکی از منابع مطالعاتی به این تغییرات توجه بیشتری داشته. اینجا بوکاتوه. ما قراره با هم کتابای پرطرفدار رو بررسی و مقایسه کنیم. من اینجام تا تو بهترین انتخاب رو داشته باشی. تو سوالات کنکور شیمی 2 تغییر باعث شده که شیمی به رتبه سازترین درس کنکور ریاضی و تجربی تبدیل بشه. تغییر اول، سوالات از حالت حفظی خارج شده و مفهومی شده. تغییر دوم، بودجه بندی درس شیمی تغییر کرده و سوالات محاسباتی و ترکیبی افزایش پیدا کرده. بریم ببینیم 2 از کتابایی که به این تغییرات توجه بیشتری داشتن رو با هم دیگه توی 8 مورد مقایسه کنیم. کتاب شیمی جامع IQ و شیمی جامع خیلی سبز. تو مورد اول می‌خوایم به صورت کلی این 2 کتاب رو با هم دیگه مقایسه کنیم. هر 2 کتاب 2 جلدیه، با این تفاوت که سری IQ جلد 1 فقط شامل سوالات تستیه و در جلد 2 درسنامه در قالب ایستگاه‌های سوخت‌رسانی به اضافه ارائه نکات تو کارت‌های رنگیه و پاسخنامه تشریحی و نکات مهم تو قالب ایستگاه‌های شارژ ارائه شده. اما در جلد اول کتاب شیمی جامع خیلی سبز درسنامه رو توی بخش‌های مختلف داریم که انتهای هر بخش از درسنامه سوالات تستیه و در جلد دوم فقط پاسخنامه تشریحیه. یکی از نکات منفی این کتاب اینه که درسنامه و پاسخنامه تشریحی توی 2 جلد مختلف ارائه شده که با توجه به اینکه این کتاب چند مؤلف مختلف داره، احتمال داره که یک مؤلف روی درسنامه و یکی روی پاسخنامه تشریحی کار کرده باشه. از نظر تنوع رنگی و خلاقیت در مطالب و همینطور انسجام مطالب، IQ نسبت به خیلی سبز خیلی بهتر عمل کرده. بنابراین من نمره 20 رو به IQ و 17 رو به جامع خیلی سبز میدم. بریم سراغ مورد دوم، کیفیت سوالات. همونطور که اول ویدیو راجبش صحبت کردیم، سوالات شیمی کنکور توی سالهای اخیر نسبت به گذشته سخت‌تر شده. بنابراین نمره بالاتر رو به کتابی میدیم که علاوه بر تست‌های سطح پایین‌تر، توجه ویژه‌ای هم به تست‌های سطح بالاتر داشته باشه. کتاب شیمی جامع IQ حدوداً 2200 تست تسلط و چالشی ارائه داده که در مقایسه با کتاب شیمی جامع خیلی سبز خیلی بیشتر هستش. بنابراین من نمره 20 رو به شیمی جامع IQ و نمره 13 رو به شیمی جامع خیلی سبز میدم. بریم سراغ مورد سوم، تعداد سوالات. کتاب شیمی جامع IQ 3500 تست تالیفی، شناسنامه‌دار و آزمون‌های گاج ارائه داده و نکته مثبت این کتاب این هستش که سوالات کنکور اخیر هم داخلش ارائه داده شده. در مقایسه با اون کتاب شیمی جامع خیلی سبز 2800 تست تالیفی و شناسنامه‌دار ارائه داده و در آپدیت نگه داشتن کتابش تلاشی نکرده و نهایت اگر سوالای کنکور رو بخواید داشته باشین باید فایل آزمون رو در کنارش دانلود کنید. کتاب شیمی جامع IQ حدوداً 700 تست بیشتر از کتاب خیلی سبز ارائه داده و تو آپدیت نگه داشتن کتابش هم خیلی بیشتر تلاش کرده. بنابراین من نمره 20 رو به IQ و 17 رو به خیلی سبز میدم. احتمالاً با خودتون میگین تعداد تست ها زیاده و ممکنه نتونین به همش برسین. پس میریم سراغ کتابی که تقسیم بندی و تیپ بندی بهتری ارائه داده. مورد 4، تیپ بندی سوالات. کتاب شیمی جامع IQ توی هر فصل به 3 نهایتاً 4 بخش تقسیم میشه که توی هر بخش 4 تیپ از سطح راحت به دشوار داره. سطح اول تست‌های محتوایی، سطح دوم تست‌های تسلط، سطح سوم آزمون‌های گاج و سطح چهارم تست‌های IQ پلاس. نکته مثبت این کتاب این هستش که انتهای هر فصل یک آزمون جامع از تمامی بخش‌های فصل براتون قرار داده شده. در مقایسه با اون کتاب شیمی جامع خیلی سبز توی هر فصل به 6 الی 7 بخش تقسیم میشه و شامل تست‌های محتوایی و تست‌های چالشی یا همون تست‌های سطح‌شوه. نکته منفی این کتاب این هستش که انتهای هر فصل هیچ آزمون جامعی برای مخاطب قرار داده نشده. و اگر بخوام در مجموع نمره بدم، نمره 20 رو به IQ و نمره 15 رو به خیلی سبز میدم. بریم سراغ مورد 5، درسنامه.
همونطور که ابتدای ویدیو گفتیم، درسنامه IQ توی جلد دوم و درسنامه خیلی سبز تو جلد اول ارائه داده شده و هر دو کتاب با تمارین و مثالهای متعدد تمامی نکاتی که شما برای حل سوالات کنکور به اون نیاز دارین رو ارائه دادن و هیچ نکته‌ای رو از قلم ننداختن. در نهایت بابت درسنامه خیلی مفید و کاملی که ارائه دادن به هر دو نمره برابر و 20 رو میدم. مورد ششم، پاسخنامه تشریحی. هر دو کتاب پاسخنامه تشریحیشون توی جلد دوم ارائه داده شده که هر دو با توضیحات کاملی که دارن، هر دانش آموزی با هر سطحی میتونه متوجه پاسخ اون سوال بشه. اگر راه حل‌های مختلفی برای سوال باشه، هر دو توضیح داده شدن، تک تک گزینه‌های غلط بررسی شدن و نکات مهم به صورت پررنگ‌تر ارائه داده شده. در نهایت اگر مطلبی نیاز به یادآوری داشته باشه، برای شما درج شده. در مجموع اگر بخوام نمره بدم، به هر دو کتاب نمره 20 رو میدم. میرسیم به قسمت ضمیمه کتاب. در انتهای جلد اول کتاب شیمی جامع خیلی سبز، یک قسمتی به نام ضمیمه وجود داره که در اون به بررسی 36 عنصر اول جدول تناوبی پرداخته. همچنین نمودارهای مهم کتاب و ساختار لوئیس برخی مواد و ترکیبات مهم ارائه داده شده که در کتاب IQ ما این ضمیمه رو نداریم و این نکات به صورت ایستگاه‌های شارژ و پراکنده توی کتاب ارائه داده شدن. در نهایت من نمره 15 رو به IQ و نمره 20 رو به خیلی سبز میدم. مورد آخری که میخوایم با هم مقایسه کنیم قیمت کتابه. من 2 جلد کتاب IQ رو از سایت گاج مارکت با تخفیف 15% 888,000 تومان سفارش دادم که 3 روزه به دستم رسید. همچنین 2 جلد کتاب خیلی سبز رو از سایت خیلی سبز بدون تخفیف 930,000 تومان سفارش دادم که اون هم 3 روزه به دستم رسید. در نهایت اگر بخوام به این 2 تا کتاب نمره بدم، با IQ نمره 20 و به خیلی سبز نمره 18 رو میدم. بریم سراغ قسمت پایانی و جمع‌بندی مقایسه این 2 کتاب. میانگین نمرات برای شیمی جامع IQ در نهایت 19.5 میشه و میانگین نمرات برای شیمی جامع خیلی سبز در نهایت با ارفاق 17.5 میشه. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه تا بهترین انتخابو داشته باشید. کتابایی که دوست دارین با هم مقایسه بشن رو برامون کامنت کنین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال بوکاتو رو سابسکرایب کنین.